همچون رمز رسیدن گاز طبیعی از ازبکستان روز 23 دکبر در موضع چشمه ارزنه شهر خوجند گلخن افروخته شد. نمایندگان شرکت سوختیانگاز این مراسم را انجام دادند ولی گفتند سنه رساندن گاز به خانه های زمینی و بلنداشانه در ولایت هنوز معلوم نیست. زیرا در زیاده از 8 سال نبودن گاز بسیاری ها لوله یا قبورهای انتقال آن را بریده یا کندند. ما نمیتونیم که البته هر کدام را خانه به خانه برده قبورشون اگر مراجعت کنن و اهالی آماده باشه ما مرحمت ما آماده ایم، ما تیار کردیم. نسبت نقلیات های افرادگرد یعنی نقلیات ها باشد این به مرور زمان در نوبت اول ما بگذار کارخانه‌های صنعتی که با برق فعالیت میکنن ما اونها برگردانیم بر یعنی که بر گاز طبیعی. در خوجند حدود 150 کارخانه صنعتی فعال است که اکثر آنها با برق و یا انگشت کار میکنند و شرکت تا حالا با مالکان تقریبا 100 کارخانه به سازش رسیدند. در ولایت سوخت بیش از 850 کیلومتر قبور گاز موجود است و شرکت سوختیانگاز نزدیک به 60 کیلومتر آن را با خرج بیش از 1 میلیون سومانی تعمیر و بازسازی کرده است. طبق حساب پیشگی طلبات کارخانه‌های صنعتی ولایت به گاز طبیعی در یک ماه 2.4 میلیون متر مکعب را تشکیل می‌دهد و باور کرده می‌شود که شرکت مذکور از عهده تامینات آن به این کارخانه‌ها می‌براید. به گفته نمایندگان سوختیانگاز حالا 1000 متر مکعب گاز از ازبکستان به $130 خریده می شود و این نرخ 10 سال پیش از 340 تا 360 دلار بود. ارزش فروش آن هم برای هر یک کوبومتر از 2 سومانی گران نخواهد افتاد، در حالی که 1 لیتر گاز مایع بیش از 4 سومانی است. ساکنان حالا از آن نگرانند که منزل‌هایشان برای استفاده از گاز آماده نیستند و دوباره پیوند کردن لوله‌های گاز فرصت و خرج می‌خواهد. از سبب آنکه شرایط زندگی بسیار عائله ها مشکل تر هست، جای کاری نیست یا مردها در مهاجرت مهنتی می باشند تا آنجا مبلغ فیسانی از طرف فدراسیون روسیه حاضر دشوارتر شده است. با نظر من کفایگی نمی کند همون مبلغ از آنجا میفرستندگی حساب همین از طرف کارخانه همون تروبه هاش گذرانده تیند. آینده ما مبلغای هر ماهش حرکت کرده از روی همون شوچی میچه که شود اینش میسپردیم. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی را به تاجیکستان پرره قطع کرده بود. در گذشته حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرده است که از سرگیری واردات گاز طبیعی را از ازبکستان با مقامات کشور همسایه مطرح کند، اما حکومت رئیس جمهوری پیشین ازبکستان اسلام کریموف همواره پاسخ رد داده است یا نرخ از حد بلند پیشنهاد کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.